سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکشی شما میکنم. امروز 11 اوگوست است. چند پاره از گزارش‌های برنامه. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صدمه مرگبار کولاب را به مشکل تکنیکی ماشین باربر ربط داد. در صدمه نکرد لیکن از در همون جا پرابلم‌های مشکلی وابسته به همین تجهیزات‌های منع پیدا شد. یک تحقیقات نشان داده است افرادی که در گذشته گرفتاری کرونا ویروس شده بودند در برابر بیماری‌های دل و نفس تنگی و چند بیماری دیگر آسیب پذیر بودند. بحثی ساکنان با مقامات بر سر طلا در خوالینگ. چرا زرشویی در یک موضع زرخیز شوکناو را برای ساکنان عادی منع کردند؟ سریدوره دیالوگ را داشته باشند که در جایی که همونو کار و فعالیت میکنن آیا ذخیره هست یا نیست. برنامه را با گزارشی از نشست وزیر کارهای داخلی آغاز میکنیم که در رابطه با صدمه‌های پرقربانی راه در تاجیکستان پاسخ داده است. در نیم سال اخیر تقریبا هر روز تا 2 نفر در راههای تاجیکستان کشته و تا 3 نفر مجروح میشوند. تنها در صدمه پرقربانی هفته گذشته در کولاب بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند. همکارانم براد یوسفی و علیشیر ظریفی از وزیر کارهای داخلی در این باره پرسیدند. صدمه اخیر مرگبار با شرکت ماشین باربر دولان در شهر کولاب با علت از کار ماندن ترمز یا تجهیزات توقف دهنده اش سر زده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت این خلاصه تفتیشاتی پیشکی است. وزیر همچنین گفت که ترمز این ماشین باربر قبلا هم مشکل پیدا کرده بوده است. در صدمه نکرد لیکن از در همون جا پرابلم‌های مشکلی وابسته به همین تجهیزات‌های منع پیدا شد لیکن در اونجا برطرف کردن حرکت کردن. من قریب زیاده از 100 کیلومتر باز حرکت کرده است. اصلا من در همین نشیبی و از این که خودی شروع بود تا کلوب است و اون گذشته آمده است لیکن در اینجا همین حادثه سر زده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان افزود در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده تفتیشات از سوی مقامات دادستانی ادامه دارد. این حادثه منجر به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. وزیر کارهای داخلی در ادامه گفت تنها در نیمه اول سال جاری در تاجیکستان 492 صدمه رخ داده است که بر اثر این حادثه ها 193 نفر کشته شده و بیشتر از 500 نفر جراحت برداشتند که نسبت به سال گذشته شماره قربانیان 13 نفر بیشتر بوده است. البته این تشویش آور است. نقلیات هم در جمهوری سال از سال زیاد شده است. البته میدونید راهها تعمیر شده ایستادن. بعضی راههایی که با طلبات استانداردی جوابگو نیست که صدمه بسیار به قید گرفته می شود. ما خلاصه پیشنهاد کردیم به وزارت نقلیات چاره دیده است که همین پرابلم هایی که سبب عامل های پیدا شدن سر زدن صدمه است آنها نیز بررسی کرده در راهها توانیم نه برطرف کنیم. افزایش صدمه‌های نقلیاتی موجب انتقادها را نسبت کار ناظران راه بیشتر کرد. در نتیجه در پی افزایش صدمه‌ها چند مقامدار بازرسی دولتی اتومبیلی برکنار شدند. مقامات وعده دادند که ناظران تصادفی را از کار پیش می‌کنند و وضع را اصلاح می‌کنند. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که فساد از بین نرود وضع تغییر نخواهد کرد. مقامات یک سبب حادثه های راه و نقلیات در کشور را در کهنه بودن ماشین ها نیز می دانند. در فرمان حکومت کشور که از سال 2024 واردات ماشین های کهنه را منع می کند این نکته ذکر شده است. هرچند اکثرا ریشه صدمه های نقلیاتی را در فساد کاری می دانند که ناظران و دیگر مسئولان آلیده به فساد از قانون شکنی های راه چشم پوشی می کنند و این حادثه ها رخ می دهند. در قرار حکومت ذکر شده است که از سال 2024 ماشین هایی که تا سال 2013 استحصال شدند به تاجیکستان راه نمی‌یابند، ولی امروز خدمات گمرک گفت که از ماه اکتبر امسال واردات ماشین های کهنه منع خواهد شد. اسکندر فیروز و امیر اسایف در این باره گزارش دارند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان طی نشست خبری امروز تاکید کرد که سبب اصلی صدمه‌های اتومبیلی در تاجیکستان استفاده از ماشین‌های استحصال شده پیش از سال 2013 است. در چند سال گذشته ده‌ها هزار از ماشین‌های دست دوم اروپایی که بیشتری از آنها خطرزا می‌باشند به تاجیکستان آورده شده‌اند.
حکومت با درک خطرات ناشی از این ماشین‌های قدیمی تصمیم گرفته است تا واردات آنها را 2 اکتبر امسال ممنوع کند. آن شهروندانی که علاقه ممکن شرطنامه داشتند یا که واسطه نقلیات خریدارشون در راه است، مهلت کافی است، میتوانند در دوام این 2 ماه برای که از کدام گوشه کره زمین نباشد دوام 1 ماه با تاجیکستان دررس کردن می شود. تاجیکستان که یک کشور خرد است، در 3 سال گذشته شاهد واردات 110,000 ماشین‌های تولیدشان قبل از سال 2013 بوده است. در کشورهای پیشرفته برای بی‌ضرر کردن چنین ماشین‌ها مبلغ می‌سپارند، ولی تاجران ما به خاطر ارزانیشان آنها را به تاجیکستان وارد می‌سازند و مردم آنها را خریداری می‌کنند. الوه کرد خورشید کریمزاده. زلفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی تاجیک به این نظر است که منع استفاده از ماشین‌های قدیمی در کشورهای تولید کننده واسطه‌های نقلیاتی اقدام ضروری است، اما تاجیکستان به فهرست چنین کشورها شامل نمی شود. برعکس بگذاره که مردم برن ماشین ارزان بیارن بخرن بیارن برای خودشون، ولی اینجا مسئله دیگه از مسئله آموزش. اما گفتم که پرور نفروشن، مثلا شوفر رو تربیت کنن. آخه آدم که نخوان شوفری را بعد چه خیلی میتین دستش را کلی نمیگه این اما این پرور برای های که بگرد مثل همه پوده وره بعد ماشینو میرم میان خدا نکنه که یگانتش هم نزن. افزایش صدمه‌های مرگبار در تاجیکستان در سال جاری باعث نگرانی مقامات شده است. رئیس جمهور در پاسخ رهبریت بازرسی دولتی اتومبیلی کشور را عوض کرد. با گفته رئیس خدمات گمرک، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که علت اولیه این صدمه‌ها استفاده از ماشین‌های فرسوده است و بنابراین منع واردات آنها ضروری است. با گذشت 4 سال از پاندمی و یا همگیری کووید 19 که میلیون ها نفر را در سراسر جهان کشت، عاقبت‌های بدی برای صحتی دل انسان به تدریج ظهور می‌کند. تحلیل معاینه و تشخیص‌های طبی زیاد در آمریکا نشان داده است افرادی که در سال اول پاندمی به کووید 19 گرفتار شدند در مقایسه با آنهایی که از بلای ویروس امین ماندند در برابر بیماری‌های به مثل نفس تنگی، تپش غیر مقرری دل، لخت شدن خون، درد قفس سینه، سکته دل و یا سکته مغزی بیشتر آسیب پذیر بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. مایک کامیلیری زمان آتش نشانی تهمتن و قوی بود. حالا بعد اندک حرکت و قدم زدن نفسگیر می شود چون رنج پیامدهای کوویدی دراز مدت را می کشد. تقریبا همه کاری را که در زندگی انجام میدیم محدود می کند. از کار جسمانی گرفته تا ذهنی، اضطراب و افسردگی، درد قفس سینه، نفس تنگی دارم. خستگی دارم که نمیگذارد کاری کنم. گاهی نمیخوام از رخت خواب برخیزم ولی میدونم که باید برخیزم. کووید سبوکی که مایک کامیلیری داشت او را به زنجیره بیماری ها گرفتار کرد. سر از فشار یک باره خون، تپش غیر مقرری دل و درد سختی قفس سینه. میگوید فکر میکرد که همه این تاثیر روانی بیماری کووید 19 است ولی خطا کرد. ماه مارت سال 2022 شفاخانه مخصوص کووید را یافتم. وقتی اولین بار آنجا رفتم طبیب را دیدم و همه چی را گفتم. پاسخش این بود که شما تنها نیستید. عین علامت ها را آدمان دیگر هم دارند. ما این را میدانیم، نگران نباشید. برای من این بهترین خبری بود که شنیدم چون فکر میکردم که از نظر روانی مشکلی دارم ولی معلوم شد که یک مشکلی واقعی دارم. اگرچه بعد معالجه صحتی مایک کامیلیری اندکی بهتر شد ولی سرایت دوباره کووید 19 او را دیگر باره از پای افکند. با گذشت 4 سال از پاندمی تاثیر بد بیماری بخصوص به دل و رگ‌های خونگرد انسان در آمریکا خود را عیان‌تر می‌کند.
ما پیامدهای کووید را می‌بینیم. آسیب پس از سرایت را که از جمله به اعضای گوناگون بدن زیان می‌رساند. در مقایسه با دیگر اعضای بدن متاسفانه تاثیر منفی آن به دل، سیستم رگ‌های خونگرد به مراتب زیادتر است. معاینه و تشخیص نشان دادند که بعد سرایت کووید 19 و شفا یافتن بیمار با آنها تا 1 سال دیگر خطر لخت شدن خون، تپش غیر معتدل دل و حتی سکته قلبی تهدید می‌کند. کار در یک موضع زرخیز کانی شکنو در ناحیه خوالینگ بحثی مقامات و یک شرکت محلی و ساکنان را به بار آورده است. وزارت مالیه به ساکنان اجازه داده است که به دست طلا جستجو کنند، ولی یک شرکت با آنها کار در موضع زرخیز را منع کرده است. این بحث را همکارم محمود جان رحمتزاده پیگیری کرده است. تا 2 سال پیش صدها نفر در این شب و روز برای زرشویی در شگنو جمع می شدند. ساکنان می توانستند برای انجام این فعالیت از ریاست مالیه اجازتنامه بگیرند. اما در حال حاضر ساکنان محلی از زرشویی در نزدیکی کارخانه کارکرد طلا محروم شده اند. ساحلی که زمان پر از آدم بود اکنون خالی است. در 6 ماه سال 2023 تنها 8 نفر اجازه کار در منطقه شگنو را دریافت کرده است. باید که پیش اجازتنامه گرفتن حتما خلاصه سریدوره گیالوگی را داشته باشند که در جایی که همونو کار و فعالیت میکنن آیا ذخیره هست یا نیست. اگر کدامش که خلاصه گرفتگی باشد و در جایی که ذخیره است اگر در اونجا فعالیت کنم ما باوری دارم که وای نمیشود. علیرغم رئیس ناحیه بر این که اون مانع کار افرادی به دست کار میکردن نمیشوند، ساکنان از محدودیت‌های استخراج معدن‌ها در نزدیکی کارخانه‌ها شکایت میکنند. یک ساکن دوشنبه که قبلا در روسیه کار میکرد اکنون بیکار مانده است. او میگوید که از بیکاری با مبلغ 180 سومانی اجازه طلاکاری را گرفته است. اما در مکانی که او میخواست زرشویی کند برایش اجازه کار را نداده اند. فرمان جهان جالب خطیری اجازتنامه برای کارکرد مثال طلا اجازتنامه کدومی که ایران دادن مثال مردم گیری در کدام اساس که وقتی که جهان جالب که امضا کرد همه فرمان از اون و اجازتنامه را به مردم داد اما شما برید رمضان کافی نمیدونم. سال 2020 در تاجیکستان قانون درباره زرشویی با اصول دستی تصویب شد. آن با سبب پاندمی و بسته بودن راهها صدها ساکن بیکار به شگنو رفته اجازه طلاکاری را دریافت کرده بودند. اما از سال 2022 هر فردی که اجازه کار را گرفته است باید در محله نوآباد به زرشویی دست زند. رئیس تازه تعیین ناحیه هم مثل همتای پیشینش از سوال خبرنگاران فرار میکرد. تنها اشاره میکرد که 8 نفر کار کرده ایستاده است. هستن خیلی صاحبکاری که در محله نوآباد ما شخصا خودم از فعالیت اونها دیدن کردم. اونا بدون کارخانه‌های بالا یعنی کارخانه طلای تاجیک هستند با اجازه‌نامه وزارت مالیه فعالیت خود را به راه ماندند. تغییرات اخیر در مجوزها و مقررات منجر به محدود شدن استخراج دستی در شگنو شده است. ساکنان میگویند که زحمت بی‌محدود کشیدن نمیخواهند. در جماعت شگنو ناحیه خوالینگ یکی از کنهای بزرگ طلا جایگیر است. حالا در اینجا همگی 6 شرکت با تکنیک به جستجوی طلا مشغولند، اما زرشویان انگشت شمار مانده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالینگ. روسیه پس از پاشخوری شوروی بار اول به مهتاب کشتی کیهانی فرستاد. این کشتی صبح روز 11 آگوست از کسمدرام شرقی پرواز کرد. یک هفته بعد دستگاه باید در قسمت جنوبی مهتاب فرود آید، خاک را تشخیص کند و به پژوهش طولانی در روی ماه پردازد. رسانه ها می نویسند نشست پیشین دستگاه ها در مهتاب در نزدیکی خط اکوادوری مهتاب صورت گرفته است. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام و تلگرام، تیک تاک و ادناکلاسنیکی و فیسبوک و توییتر نشر می شوند. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار شما باد.